اکرم جان میایم سر خودتان که چقدر وقت میشه تمرین میکنی خودت؟ ما مدت 13 سال میشه تمرین میکنم. ماشاءالله. و بعد ما دیگه که چند سال از ما گذشت بود مصطفی جانم سر دیده و تشویق شد و تمرین شروع کرد. 8 سال میشه از مصطفی جان تمرین میکنه. 8 سال مصطفی جان میشه تمرین میکنه. کدام رشته رو پیش بردی خودت؟ ما رشته وشو رو پیش بردیم. اصلی رشته وشو است دیگه. اصلی رشته ما وشو است، بس یگان رشته دیگه هم که اضافه شده، یگان پهلوانی میکنم و یگان کبدی اگر نامش شنیده خیلی خوب خیلی خوب. و مسابقه پرورش اندام فتنسی چیزا رو پیش میبری؟ بله، جیم هم تمرین میکنم. بسیار خوب بسیار خوب. ماشاءالله از هیکلت معلوم میشه بازوار 21 اینچ جور کردی. مصطفی جان خودت کی تشویق کرد به غیر از اکرم جان که بیایی ورزش رو انتخاب بکنی و کدام رشته را خودت تمرین میکنی؟ ما رشته موشو است و تشویق زیاد کرد. اول اکرم بود، دوم زیاد پدرم است که الحمدلله مثل کور اردیش پیشم است. ماشاءالله میگه تمرین که بچه‌ام تمرین ادامه بده. میگه رشته موشو دوبار پیرفاید مسابقه کردیم، الحمدلله اونم بردیم. بسیار خوب بسیار خوب. از وشو بر ما بگو که چند رقابت انجام دادی؟ ماشاءالله این مدالا به حد زیاد است که خیلی زیاد است. تقدیرنامه این مربوط مصطفی جان میشه یا از خودت؟ تنم مربوط مصطفی جان میشه. ماشاءالله باشه ماشاءالله. مصطفی جان ما پسر مدالا دیده چی بپرسم، چند مسابقه انجام دادی؟ الحمدلله 18 مسابقه کردیم. ماشاءالله. در 18 مسابقه یک دفعه نایب قهرمان شدیم. البته طلا دارم، یک نقره دارم که او رو هم یک هفته پیش نقره گرفتم، در تیم ملی انتخاب شدم. بسیار خوب بسیار خوب. یعنی عضویت تیم ملی را داری؟ الحمدلله عضویت تیم ملی دارم. الحمدلله. مسابقه منتخب بود یا تیم ملی؟ منتخب بود، بخیر یک مواد تیم ملی است. ان شاء الله که در تیم ملی هم کامیاب شیم. مسابقه منتخب تیم کابل بود که از ولایات ما که انتخاب شدن، ورزشکارا رقابت کردن و رقابت‌های خوب هم بود. چهره‌های درخشان انتخاب شده و این بار فکر کنم قوی‌تر برگزار شده نسبت به سال قبل. قوی‌تر بوده. چی تفاوت‌ها رو دید در مسابقه امسال؟ والا در اون مسابقه این دفعه که بود بسیار هم گپ خود اسیب جان یکم پرقدرت بودن. از اون خاطر نتوانستم که در رنگ آخر حریف ما بگیرم واگذار کنم. حریف مسابقه را از اون خاطر نقره گرفتم. بسیار خوب بسیار خوب. از اکرم جان میپرسم الان بشو تمرین میکنی یا که تنها پارتنر هستی در قسمت بازی که مصطفی جان تیار شوه که تازی یک پارتنرشپ داری یا خودت هم میخوای مسابقه بدی؟ نه خیر اسیب جان، دیگه ما قدر فعلا مصروف زندگی هستم و کاربارم است. اگر یه جوان هستی خود مصروف نساز در زندگی. ما تمرین میکنم تو به تمرین نمیباشم. بسیار خوب. یعنی رشته وشو دیگه یک چند وقت میشه که ادامه نمیتونم، اما مثل پارتنر که چیزایی که ضرورت می داشته باشه مصطفی جان روش همکاری میکنه. بسیار خوب بسیار خوب. پلان از این هم دارین که در رشته‌های دیگه به خاطر که وشو یکی از رشته‌های میکس هست که مثلا در بوکس یا کیک بوکس یا رشته‌های دیگه رقابت بکنن، تو پلان دارین؟ والا نه. بس یک مطلب میانه براتون بگم با شروعش خوبش نمیام. یک رشته که پیش ببر برش خوب است. خیلی خوب خیلی خوب. و مصطفی جان کدام بخش پیش میبری؟ ساندا یا سانداوانگ؟ از من از اردیش پیش میبرم. مسابقات که سانداوان میکنم که ساندا میکنم. سانداوانگ چند مسابقه انجام دادی؟ سانداوان 2 مسابقه کردیم کورم الحمدلله بردیم. بسیار خوب. در بخش تالو هم بلد هستی یا خیر؟ مثال تالو این بخشایی که حرکت‌های نمایشی فارم نه خیر او بلد نه فارم ما کار نکردیم. بسیار خوب بسیار خوب. هیچ کار نکردیم؟ نه خیر نه. شما اشتای بخش رزمی و مبارزه‌ایش پیش بردید. بله. بسیار خوب بسیار خوب. من این مدالا رو یک تصویر میگیرم. ماشاءالله باشه. پشت از این مدالا دیگه زیاد زحمت‌های نهفته است، عرق‌ریزی‌های نهفته است، زخم‌های نهفته است، صدمه‌ای که در جریان اسپارینگ‌ها وارد میشه. ما از مدالا باش ببینم میایم سر این مدال نقره اول میاریم که این تازه است فکر کنم. در رابطه با این مسابقه برای ما معلومات بدی، در کدام وزن بود، چند حریف داشتی؟ ای دی مسابقه اسیب جان کان دی 4 حریف داشتم که 3 حریف الحمدلله توانستم شکست بدم. در نمره بله. بسیار خوب. و حریف آخریم الحمدلله خوب دوام میتونستم زده. خب پایم یکم آسیب دید که رنگ اول از گرفت، رنگ دور از گرفتم و رنگ 3 که پایم زیاد یکم آسیب دید، رنگ 3 برش واگذار کردم. این میشد که دوم شد. خب رفتن خودش به رنگ همین خودش قهرمانی است. بله. و آدمای ضعیف خب به مسابقه نمیره، قویا میاد دیگه. وام آمادگی لازم خود را گرفته و خودت هم گرفتی. ماشاءالله مقام نایب قهرمانی هم در تیم منتخب مقام کم نیست، خیلی زیاد هست. ماشاءالله باشه. در رابطه با مدال طلایت برای ما معلومات بده. این مدال طلا را گرفتم از المپیک.
از جام رمضان بود که تک فایت بود، الحمدلله اورم شکستم در وزن 52 کیلوگرم. بسیار خوب. این مدال متفاوت‌تر است. اولین مدال که نیمی آسیب جان خودم گرفتین در وزن 22 کیلوگرم گرفتم. اولین طلایم که هست نیمی است آسیب جان. 22 کیلوگرم خوردرک بودی. بله از زیاد خوردم. بسیار خوب. یه اولین مدال هست که این خاطرات شیرین این مدال هیچ وقت فراموش نمیشه و خیلی عزیز است این مدالایی که اول آدم میگیره، قهرمانایی که میگیره. خداوند نصیب ما میکنه، ما هم که مصطفی جان کم کم تمرین کنم که در این سنه اگه بتونم کدام مدال بگیرم. انا گفتنم انا خودت نصیب جان نام خدا یک تن از قهرمانای بوشو هستی. خواهش میکنم. خاک پایتان هستم. ما در رابطه با این مدال برای ما بگین. در این مدالم در کلاب استاد پرویز بارگزای گرفتم کجا یک تک فایت بود تیرم الحمدلله بردم. بسیار خوب بسیار خوب. و این مدال؟ این مدال در وزارت داخله اسپارینگ داشتیم. این مدال که اسپارینگ کردیم تشویقی بر ما وزارت داخله داد. ماشاءالله حافظ صاحب نورالله. بسیار خوب. مدال ها خیلی زیاد هست. من مدال های دیگر هم دیدم کلش یک رقم هست. طلاست ماشاءالله. و بیاین در رابطه به این مدال بندابی داشت، در رابطه به این برای ما معلومات بده. این مدال که دیگه گرفتم علی جان در وزن 48 کیلوگرم جام دیگه بود زمستان بود. جام زمستانی بود گیرم در وزن 48 کیلوگرم توانستم مقام از جان خود کنم اوله. بسیار خوب بسیار خوب. ان شاء الله موفق باشی. خیلی عالی درخشیدی. مدال ها خیلی زیاد هست و روی تمامش نرفتیم. بیایم از حکم قهرمانی و همچنان تقدیرنامه‌ای که برشان اهدا شده از یوم ما تصویر داشته باشیم خیلی خوبتر خواهد شد. در رابطه با حکم قهرمانی مصطفی جان در رابطه با یوم برای ما معلومات بدید. تازه است؟ بله یوم اینمی فکر کنم نایب قهرمان است که در 4 روز پیش و 5 روز پیش گرفتم. بسیار خوب بسیار خوب. ان شاء الله که موفق باشی. در وزن 52 کیلوگرم بوده و برگزار شده از طرف فدراسیون ملی وشوی افغانستان یا کانگفوی چینی. و تصدیقنامه تانم برای ما بگوین. تصدیقنامه میام این جام رمضان است که در تک فایت از المپیک گرفتم. بسیار خوبه. یک معلومات دیگه میتونه ما دیگه ورق حکم قهرمانی که هست یوم از تک فایت الحمدلله کلش در المپیک مسابقه کردیم در کلاب کی یک 4 فایت کردیم بس. بسیار خوب. ایرام در کلاب استاد زایری گرفتم تک فایت بود ایرام الحمدلله بردم. بسیار خوب. استاد زایری حالا مسابقه میته؟ نه خیر نه حالا کم آل ترینر شده. آل ترینر. خیلی خوب خیلی خوب. یکی از قهرمانان خیلی خوب ما بود. بله. هستم. یوم از کلاب استاد خالد دوتک است که ایرام الحمدلله توانستم در وزن 52 کیلوگرم ایرام ببرم. طلاست. بسیار خوب بسیار خوب. و در رابطه با حکم قهرمانی؟ حکم قهرمانی یوم جام زمستانی است آسیب جان قنی ایرام الحمدلله بردیم. بخیر باشی ان شاء الله موفق باشی. خیلی زیاد است ماشاءالله. مصطفی جان مثل ما ور تنبل نیست. لایق است. خیلی زیاد تقدیرنامه داره. تا گفتن که کمربند من آوردیم. کمربندی که در بخش وشو به دست آورده و رقابت‌های خوب را هم انجام داده. نزدیکی تمرین میکنین؟ نزدیک پیش استاد مجیب الله یوسفزی هستم. الحمدلله خوب تمرین میته و ازش سپاسگزار هستیم. شروع کارتان اونجا بوده یا پیش از شما از اساتید دیگام نام بردین؟ نه خیر پیش این کسایی که مسابقه کردیم پیش از او بوده. و تمرین که از خردرکی کردیم پیش استاد مجیب الله یوسفزی بوده. خیلی خوب. استاد مجیب لوگری یا استاد مجیب یوسفزی که از اساتید بزرگوار ماست و یکی از قهرمانسازهای خیلی خوب ماست. ما از دورای میشناسم استاد مجیب که اونا خودشان تمرین میکردن و واقعا در او زمان هم خیلی قهرمانی داشت و یک شخصیت بزرگوار است. من خیلی دوستشان دارم و احترامشان دارم. واقعا آدم زحمتکش است. دقیق. و خیلی مشاگردای زیاد را میشناسم. قهرمانای خوب افغانستان را میشناسم که خارج از کشور و داخل از کشور رقابت میکنن. شاگردای از این بزرگوار بوده که از زیر دست استاد مجیب لوگری اینا تقدیم جامعه شدن. خیلی سپاسگزارشان هستم. اکرم جان در رابطه با این بر ما بگو که در خانه هم اسپانسر میکنه شما را کسی هست برادر بزرگ پدر جان یا امی که ما را از دعای خود فراموش نکنه این بزرگترین اسپانسر است با ما. خیلی خوب. والا بسیار گپ قوی. بسیار گپ کم گفتن ما کم گفتن. بعض وقت گفتم میشه از طرف مادر جان که نرین تمرین نکنین افگار راشین صدمه نبینین. بعض وقت از طرف مادر جان خب طبعا مادرها همشون دلسوز هستن میگن که نرو، اما باز که این تو یک ثمریشه که میاره باز در خانه خوشی رو جشن میگیریم باز بسیار خوش میشه. خیلی خوب. خداوند این خوشی ها رو بیشتر و بیشتر کنه. ان شاء الله موفق باشین. مصطفی جان از کدام مسابقه خاطره خوب داری؟
تمامش خاطره شیرین بوده بردتان به غیر از او کدام خاطره خوشایند در جریان رقابت بوده باشه؟ اونمو آسیب جان در وزن 22 کیلو اولی مسابقه را کردم و بسیار مریض بودم. این لاله کرم محمد گفت مصطفی جان مسابقه نمیکنی؟ از ما اگه مدت 3 ماه نشد که من تمرین میکردم. گفتم لاله کرم مشکل نیست میریم تمرین مسابقه میدیم. یک حریفم ما که زدم بسیار گریان کردم. اولین حریفم شاگرد استاد خوانی بود که گریان کرد. نامش نگیری؟ نه نامش نمیگیرم گریان کرد. باز اونو به خاطر خوش بود آسیب جان که اولین مدال گرفتم. هم خوش بودم هم حریفم که سعی میکردم دلم بیست خوردم بودیم گریان میکرد. همون شکست دادم. خیلی خوب رقابت است و 22 کیلو که باشه خیلی خردترک می باشه. در وقت دیگه گریان چیزا را داره و همراه خود مسابقات و نگفتنم گفتم به گلاب بدل اسفی جان بعد از یک مدت باز اون بچگاه که گریان کرده بود باز عکس خود در فیسبوک بالا کرده بود تمام بود نه چالش داده بود. خب دوره از دیگه یک کس آمادگی میگیره میخواد دوباره رقابت بکنه. مصطفی جان از خاطرات شیرین گفتی به ما از مسابقات که ته خاطره داشتی. از سختی‌های ورزش هیچ وقت ما نشنیدیم که ورزش یا این مدالای رنگیت، این مدالای طلا چقدر سختی‌ها داره، چقدر دشواری‌ها را شما پشت سر میگذرانین میاین یک مدال را به دست میارین. از یا برای ما بگو. لالسی یک مسئله است میگه تا که سختیش نبینی راحتیش نمیبینی. دقیق. ما تو روز بوده که تو بی پیسه رفتیم مسابقه دادیم. تعریفی ما نداشتیم که تعریفی سر وزن بدون سال بتم. و تو روز بوده که نداشتیم پایکش که تا 43 سال تمرین برم. سختی ها خدا را لالسی اما تو که سختیش دیدم من الحمدلله من راحتیش میبینم. حالا شکر دیگه کم زمان پیشرفته شده. لاله کرم پدر جانم لاله راتبم الحمدلله اسپانسر زیاد هستن. خدا است نیاز که شکر الحمدلله اسپانسر میکنن. ماشاءالله خداوند حفظشون کنه، خداوند کمک بکنه. مصطفی جان پلان چی است؟ پلان ورزشی چی است؟ چقدر وقت میخوایی به شور تمرین بکنی؟ هدف اصلی کجاست؟ والا اسیب جان حالا خندیتون نگیرم من نمیخوام تا ازدواج کنم بخوام میره پیش برم رشته من. یعنی اینقدر دوست داری؟ والا این رشته من زیاد دوست دارم. خیلی خوب. خیلی رشته من دوست کار دارم. که با عشق آغاز شود ثمره خوب میده. ثمره خوب میده و دیگه از خدا میخوایم دیگه بخیر به قلای بلند برسیم که بسیاری کسا فاید کنیم دیگه که بخیر به افغانستان پیروزی و موفقیت بریم. ان شاء الله. رقابتایی که انجام دادی خودت در کدام رشته بوده؟ ما هم در رشته وشو تقریبا 7 سال یا 8 سال پیش بوده که کلاب استاد پرویز بارگزایی بوده. خیلی خوب. که من مدال طلا گرفتم در او مسابقات. جالبیشی بود که بین ما و شاگرد استاد مجیب 2 نفر مانده بودیم و 1 نفرم از کلاب استاد پرویز مانده بود. تو نامش نمیگیرم که کی است. باز امو فیصل که شاگرد ما بود بسیار تکلبش بود. خب سرما برابر شد در فاینال بودیم. ما استاد مجیب گفت بچه گفت فیصل گفت تو فایت میکنی یا سید اکبر تو فایت میکنی؟ ما استاد گفتم ما فایت میکنم. گفت نه گفت تو فایت نکن که کم تمرین داری بان فیصل فایت کنه. ایوازی که او بگیش میگم من نمیکنم استاد بان سید اکبر فایت کنه. باز در اون مسابقه ما طلا به دست آوردم، طلا گرفتم. خیلی خوب. خیلی خوب هست وقتی برادر بزرگ یا پدر باشه ورزشکار باشه یا برادر بزرگ باشه از تجاربش برادر کوچک یا اولاد یک فرد استفاده بکنه. خیلی خوب هست، خیلی قوی به بار میاد. چقدر تجارب را انتقال میدی به مصطفی جان؟ چقدر پوینت های مهم است در رقابت ها که خودت دیده باشی و خالیگاه حس میکنی به این میگی که میرسونیشه؟ آسیب جان بسیار گپ خوب اشاره کردی. مهمترینش وزن کم کردن است که ما چندین بار برش گفتیم که وزن تا کم نکن. بیشتر ورزشکارا در این وقت غافل میشن، بعضی کارهای انجام میتن که کلا نمو انرژی را از بین میبرن. چون تجربه کردیم دیدیم که وزن کم کردن رنگ اول خوب فاید میکنی و رنگ 2 و 3 را نمیتونی فاید بکنی حتی بیت شیما نباشه. ما مصطفی جان گفتیم که هیچ وقت وزن تا کم نکو و هر چقدر میتونی وزن بالا که بالا رفته میره مقدر وزن بالا مسابقه کو. یک خاطره بسیار جالب از یزمی وزن کم کردن دارم. تقریبا در وزن 56 کیلو بودم، میخواستم خود 52 کیلو بسازم که در کلاب تمرین میکردیم. من پلاستیک پوشیده بودم زیر باز جمپر سرش پوشیده بودیم. ما بودم، احسان بود دیگه، فکر کنم زبی بود یا مسعود بود. اینا بودن. داین تمرین بودیم وزن کم میکردیم که دفعتا استاد پرویز بارگزایی داخل کلاب شد. چشمش دما خورد، استاد کرد، دوش استاد کرد، مرا گفت پیش بیا. می زبیر و مسعود احسان گفت پیش بیا. گفت چی پوشیدی بچیم؟ گفتم استاد پلاستیک پوشیدیم وزن کم میکنم. گفت
گفت چرا وزن کم میکنی بچیم؟ گفت تو را پدرت نان میده که کلان شوی چاق شوی تو میجا خدا خورد میکنی. گفت چی کنی بود که قهرمان جهان باشی یکی نه تو بزنی تو اونجا بفتی کتک. گفت خدا بعد از اون تا میال در گوشم از خدا شاهد است که نام وزن کم کردن نگرفتیم و بارها مصطفی جان گفتیم بچه‌م وزن تا کم نکو که ضعیف میشی بان وزن بالا مسابقه کو. در او کدام فرق نمیکنه فقط اون مقدار مورالت تو در رنگ 2 3 ضعیف میکنی و این کم انرژی میشی نمیتونی مسابقه کنی. در گفتنی ما بینمی آدم اینمی است که دیگه وزن کم نکنه و چیزی که وزنش سر سر وزن خاطر است گپ شنو است میگیره ماشاءالله. و یک گپ دیگه هم که مدام یاداری ازی که من نباشم یک رقم اوش پرک می باشه یک روز دیگه عادت کردن همین خسر باز من میکردم از خودش باز پرسان بگیره. کدام وقت هم شده که اسپارینگ داشته باشه بین خودتون مصطفی جان؟ بله اسپارینگ که لالا اکرم کرد من نکنه که تکنیک به من نگه فکر کنم در این گروه من انجام دادم نمیتونم. بازی از اسپارینگ نمی تو ایتیاتی رقابت میکنی که فایت میکنی یا که والا اگه من قایم من باش من یگان لغت مرا میزنم اگه من یگان قایم بزنم بس خدا خیرش بده با چیز نمیگه میگه از حساب خوردی رحم میکنه. اگه نه بس نام خدا خوب تکنیک برام میگه همون تکنیکای الحمدلله باز دورین انجام میدم همون تکنیکم سر حریف میخوره. خیلی خوب خیلی خوب. تنها اکتفا به گفته های لالا اکرم ما کردی یا ویدیوهای دیگر هم تماشا میکنی قوانین و قواعد دیگر هم از دیگر جای فرا میگیری؟ بله یا زیادتر که من سعی میکنم از محسن سیفی سعی میکنم از استاد خالد سعی میکنم خالد هوتک قهرمان خوب کشور ما است. سلام برسه برشان ان شاءالله که بازم ببینیم اطلاعی خیلی قهرمان رضاشنی ما است. واقعا افتخار افغانستان افتخار ورزش افغانستان است. خالد هوتک یکی از قهرمانای اگر مبالغه نکنم بی بدیل از این رشته که مدالای خوب را به دست بیاره. محسن سیفی فکر کنم از کشور ایران است یکی از قهرمانای خوب تاپ رشته وشو در کشور ایران است. بله دقیق. از این خاطر که ویدیوش سعی میکنم استاد خالد و محسن سیفی سعی میکنم خدا خوب برکتای خوب فایت خوب و خیلی قوانین خوب پیش میبره. خیلی پرتاپالی. بله خیلی پرتاپالی. از محسن سیفی را باز همین مشتایی که رد درد میزنه ایشام کاپی کردی؟ محسن سیفی خوب مشت میزنه خواهم یک پرتاب خشمه کمی دست میگیره قید میکنه خیلی یک پرتاب بالا میزنه. خیلی خوب. از خالد هوتک کدام ویژگیش خوشتان میاد؟ از خالد هوتک زیاد خوشم میاد که گارد جمع داره ماشاءالله خوب تایت فایت میکنه. یکی خوب پرتاب یکی متجیز گارد خوب یک پای میزنه. خیلی خوب. همین پایش باعث شد که مدال به دست بیاره. بله اون پای شد. که تا حریف خود دمی پای اما توسی میگن که دریج زد نکاتش کرد. خیلی خوب خیلی خوب. رقابت‌های خوب را انجام داده انشالله که بتونیم با ورزش افغانستان از این طریق هم خدمت بکنیم از طریق رسانه و قهرمانای خود را تشویق بکنیم. باور کنین که با پست کردن یا گذاشتن عکس یا تصویر از قهرمانای ما در جریان این گونه مصروف تمرینات خود یعنی نزدیک مسابقات می باشند خیلی انرژی میتین. قهرمانایتان را هیچگاه فراموش نکنید. هر قهرمانی که از افغانستان رقابت میکنه در هر رشته ورزشی باشه به خاطر ما و تو به خاطر این ملت غیور افغان و افغانستان نازنین رقابت میکنین در کنارشان استاده باشن. هر قسم حمایتی که میکنین حمایتتان را برسانین. من گفتم که کوچکترینش با پست کردن یا گذاشتن عکسشان در صفحات مجازی تان است یا فیسبوک تان یا بعضی صفحات مجازی دیگه. میایم سر فدراسیون هم میایم صحبتای خواهد داشتیم چقدر فدراسیون آقای بلبل شاه انجام داده خدمات را انجام داده و همچنان سهولت‌های را ایجاد کرده در قسمت وشو پیشرفت‌های شده؟ بله خیلی پیشرفت‌های شده. خب در قسمت از اینکه رقابت‌ها را دایر کرده در کنار از این هم تمرین‌های شما دارین در تیم ملی؟ بله تمرین در المپیک داریم که الحمدلله کلگی است استاد نصرت است استاد خالد است استاد حبیب است موجود است رسول است کلگی است که استاد بلبل شاه خودش یگان چکر میاد سر تمرین میباشه. خیلی خوب. باز تجربه خود همگی شریک میسازه با شما؟ بله تجربه خود کلی شریک میسازم کسایی که مثلا هر چیز کلش باشه و مو یک تعریف خود میگه مثلا به پارتنر خود میگه که مثلا این تکنیک است یا این کارا کو انت میگه. بسیار خوب بسیار خوب. در کنار ورزش کارا میکنن حتما؟ بله اسیب جان ما و مصطفی جان مصروف یگان خرید فروش موتورسیکل هستیم. خیلی خوب. خیلی خوب موتورسیکل ها پیش شما هست. ماشاءالله باشه. ورزش همین وقت که ورزش میکنه یک ورزشکار ما همیشه گفتیم که دوره ورزشی دوره محصلی دوره که دانش آموز مکتب میباشین این دوره جیبت خالی میباشه. اگر کار نکنی نمیشه خصوصا در افغانستان اگر کار نکنی نمیشه ورزش خیلی مشکل است دشوار است. انشالله خداوند کمک بکنه که ما پیروزی شما رو بیشتر ببینیم. پیام شما رو هم داشته می باشیم با مسئولین ورزشی کشور با مردم ما.
بسیار خوب اسیب جان، تشکر از شما. ما پیام به مسئولین ورزش همیست که امی ورزشکارتان حتی به یک دانه گل تشویق بکنی. یک دانه گل که تو یک ورزشکار بیتی تشویق میشه. گفته خودت که پیشتر یادآور شدی یک عکس که تو پست بکنی دونمو تشویق میشه. دیگه زیاد گفتیم کسی پرداخت نکرد سر ورزشکار واقعیتش. بعد از این خیر باشد یک گل تشویق بکنین و دوم دیگه پیام به جوانایی است که تمرین بکنین، هر رشته که از تمرین تانه بکنین و خود قوی بگیرین. بخیر باشین. مصطفی جان، در ضمن نزدیک پیامت را میشنم، از پلان آینده تو برما بگو. رقابت های پیش رو داری بغیر از تیم ملی؟ انشالله یک تصمیم دارم که بخیر یک اسپانسر گفته که اسپانسر میکنم که پاکستانی بخیر فاید میکنم سندان. انشالله. دیگه توکل ما بالله ببینیم چی میشه اسیب جان. ما موفقیت قلبا برات آرزو دارم. انشالله موفق شوی و از تمامی اعضای خود که در قسمت تجارت کار میکنن، در قسمت بازرگان هستن، یعنی در قسمت بزنس افغانستان کار میکنن، بیاین ورزشکارایتان را تشویق بکنین و در کنار از اینکه در دیگر کشورها شما سرمایه گذاری کنین، بیاین در افغانستان هم سرمایه گذاری کنین روی ورزش افغانستان تا پیشرفت‌های خوبه ورزش افغانستان را شاهد باشیم. ما سپاسمند شما همچنان هستم. تشکر از حضورتان. پیام شما هم داشته میباشید. اسیب جان پیام خاص نیست، این پیام دارم که گفته لاله اکرم جوانات تمرین کنن، خود ما کم بگیرن و یکی کمی اسپانسرای ما که اسپانسر خود افغانی ما که خود ما رو اسپانسر نکنه بیرون خارج یا هیچ وقت ما رو اسپانسر کردن نمیتونه. علی خواهش دارم که مثلا اسپانسر کنه، ما تشویق شیم که تا بتونیم به قلهای بلند برسیم و به افغانستان پیروزی بیاریم.